همینطور که هممون میدونیم هر یک از یوتیوبرهای ماینکرافت باید یه دونه سری هاردکور داشته باشه که بالاخره قرار منم اینو شروع کنم. پس بدون معطلی لیتس گو. خب آقا اینا اشکال نداره، اینا برای همه اتفاق میفته، اصلا اشکال نداره، اصلا مسئله حاجی لاواپو اصلا اشکال نداره. لگ کلن اصلا لگ برای هر کسی اتفاق میفته، خیلی چیز عادیه. سیستمی که روی جی تی ای وی لگ نمیزنه رو فورتنایت لگ میزنه. هی خدا، وسیله های اولیه رو باید همیشه ساخت. کلنگ، شمشیر، تبر. میکنم باز هم قرار بکنم، باز هم میکنم، همچنان هم میکنم. کرفتین تیبل رو میذاریم و به اولی مانیتور سنگی رو باختم. آمی سفید سیاه خوبستانم. نه آقا من اینو نمیذارم تو ویدیو. آیرون بنازم آقا. یه جای کاملا امن پیدا کردم که قشنگ میشه آیرون رو زد تو جیب. فقط تنها مشکلی که داریم اینه که هنوز تختی من نساختم و یعنی قراره یه مدت طولانی زیر زمین باشم. نمیخوام. توی ماینکرافت سوروایول آنچنان داستانی نیست که تو تخت نداشته باشی، ولی وقتی توی هاردکور میفهمی که اسکلتون ها فقط با 2 ضربه میتونن بکشنت، موقع قسمت تخت داستان میفهمی. گوسفند بدبخت. آقا بینیر سفید بود. نه یه چیزی در غذا مزا رو دارم اوکی میکنم و اگر بتونم تا قبل از شب شدن 1 دانه ویلیج پیدا کنم خیلی خوب میشه و غذا رو تا جایی که اوکی بود و زور کردیم. 14 تا گوشت گاو میتونه قشنگ یک منبع خوبی باشه. بله بایومی که واقعا هیچ پلیر ماینکرافت این بایوم رو دوست نداره، یعنی اصلا دوست داشته باشی ماینکرافت پلیر نیستی. این چه بایوم. و این فقط بدش نیست که بایومش بده و زشته و چرت و پرت و آشغاله، بدی داستان به اونجا میره که تموم میشه این بایوم. و خوبی داستان اینه که من ویلیج پیدا کردم و بدی داستان اینه که این خدا ویلیج پیدا کردم ولی بغل این آخه چرا؟ به بنازم. حاجی داره گل میده بهش. این بچه مگه به بچه لیجر گل نمیداد؟ اساس یه اسکیل بابا. جمع دادم آقا اسکرین شات نشد. ای خدا نشد اسکرین بگیرم. خب آقا این محصولات رو
تبدیل به نان میکنیم. و یه خوبی که داره بایوم دزرت بغلمونه، برای همین میتونیم چی کار کنیم؟ اسمش چیه یا راه شیشه نه شیشه از این شیشه ها که برای الان با رسم شکل توضیح دهید منظور تو، با رسم شکل توضیح منظور تو. یا خدا چقدر نون بکلون یه ذر زبونم کار نمیشه. اسب عزیزم دلم میخواست بکشمش ولی دلم نیومد. دلم میخواست بکشمش ولی دلم نیومد. یعنی دوتاش رو دل روی پیک نیست. حدود 30 تا هیبیل داریم. هیبیل تلفظش سخت. هیبیل آره همچین چیزیه یه ذره سخت میدونم. و به آقا به عشق فقط نون نکنید. الان من چیزی که میخوام آرمور و آهنه، ولی متاسفانه ما اگر بخوایم اینجوری کار کنیم به نظرم اینجوری کار نکنیم چون خطرناکه. ما نیاز به گریندستون داریم برای ساخت گریندستون چی بود؟ نه دیدش یه ذره ببخشید آقا غلط کردم. گریندستون برای اسلایم فانه. بعد آیرون گولم باید بکشم. درسته کار خیلی استرسیه. کشتن آیرون گولم از آب و هوا کردن سخته. الان من آیرون گولم کجا بیارم؟ اینجا بزنم. اینجا ناکن یه جاییه از چپ و راست دستش نمیرسه. به آقا اصلا استرس ها رفت شد. آقا 5 تا بده. خب یه دو باکت میسازم نمیدونم چرا استیک نیاز داشتیم. اینا که چیز این چند تا برمیدارن، اینا که این چند تا برمیداره. اسمش اینا که زبونم نیست نمیدونم اسمش. ماینکرافت هم ماما لشکر چیه تو کاملا رندوم یه سری چیزها میبینم که نباید ببینم واقعا. بکنم بتونم یه حرکتی بزنم. آقا یه چی ماینکرافت کم داره. من باید از طرف موجنگ اینو به بازی اضافه کنم. من که نمیتونم اضافه کنم. من که هیچ کاری نیستم، هیچ خری نیستم جلوش. آقای موجنگ اگر صدای من رو میشنوی از این تریبون اعلام میکنم از دلم یه چی اضافه کن، سنگ رو سریعتر بپزه. ما ماینکرافت پلیرها داریم چیز نیست اصلا. سنگ نه شیشه. سنگ رو سریعتر بپزه. سنگ خریکی اصلا سنگ بالاخره که ما هم آدمیم آقا، دوست داریم کارمون سریعتر بیاره. اینقدر طول میکشه. آقا اون یارو عکا که این چند تا برمیدارن یکی بهم تو کامنت بگه من نمیدونم. الان من بخوام یک روش ساده پیدا کنم برای اینکه بدون اینکه پارشم شغل ویلیجرها بدم، یعنی حاجی نکن اصلا کاملا غیر منتظره بود. من نمیکشتمش میمردم فقط رفتم دو دلش. بس سپر بدون سپر که باختم. کاملا رندوم رفتم همینجا. نه یاروه بود با هم سلام علیکم کرد. سلام رسول. میدونی خیلی ریلکسم. هر کی هاردکور شروع میکنه این وای الان میمیره. الان نه من اصلا اینجوری نیستم و بمیرم فوش میدم. خیلی قاطعانه به شما نظرم گفتم و آره بمیرم فوششون میدم. کارا رو ما نمیکنیم فقط فوششون میدیم. اصلا همیشه فوش بدید. نه یعنی چیز من الان بدم مردید فوش بدید، فشار نخورید. فشار برای یه جایی بده دیگه. حالا چیکار داری برای کجا آوره؟ الان شیلد چجوریه؟ بعد از 100 سال دارم ماینکرافت بازی میکنم من نمیدونم.
بعد از 100 سال که نیست، همین 2-3 روز پیش تو ماینکرافت بودم. البته نمیدونم آقا، ولم کنید 2 ثانیه بذارید تو. اصلا شما با من حرف نمیزن، من چه دیوونم. بذار خودم ول کنم. آه هر کی بیاد نزدیکم نیاد نزدیکم. تو خود نیاد. تو رو جون امت نیاد. آقا من الان آیرون میخوام. یه 4 تا آیرون بده به من تو عمق جایی نمیام. چه صدای زیبایی اومد. الان ضربان قلبم از 100 رفت رو 200. از دلم کریپر داداشام کریپر داداشام از دلم. ای بابا توف تو روحت. نکن یه ثانیه 2 ثانیه، یعنی میگم که چشت اینقدر استرس دارم درست نمیتونم برف بزنم. I know سب کن. چه جالب داداش عزیز دل. آقا یه ثانیه یه صدم ثانیه نگاه یه ثانیه. آقا من الان میخوام رد شم، کریپرم بغل تو بیشور نمیشه. خب کریپره میترسم از پشت بیاد به هم خنجر بزنه. آره خنجر نمیزنه. خنجر آقا چرا آیرون نیست؟ یعنی واقعا ماینکرافت سخت‌ترین حال. من نمیتونم. آها درو خدا من حالم خوب نیست. من ارتفاع 48م. آقا تو این ارتفاع نیست آخه. خب من باید برم پایین تر. اصلا به آقا به آیرون 8 بنازم. آقا رو همین ریتم پیش بریم. رو همین چرخه حیات پیش بریم. حالا چرخه حیات چه چیزها. خب بذار برم اینجا. یه فکری دارم. آقا یک فکری. آقا میام اینجا. میکنم میرم پایین دیگه. گیر کردم اشکال نداره. گیر کردم دیگه. بکنم اینو جابجا میکنیم بریم. خب آقا امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. دمتون گرم که تا اینجا دیدید. خدا نگه دارتون. بای